پراپ چیه؟ یعنی سودایی که مردم میکنن از پراپ، برداشت از پراپ فرم ها و کلا نحوه کار پراپ فرم ها چیه، سودشون کجاست و چجوری میتونیم پراپ ها رو توی بهترین حالت ممکن پاس بکنیم. امروز داخل این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری میتونید پراپ ها رو به بهترین نحوه ممکن پاس بکنید و اصلا کلا پراپ چیه و از کجا اومد، چجوری شروع شد و چطور شد که یهو انقدر همه راجبش حرف میزنن. کلا خلاصه بخوام بهتون بگم، شرکت های پراپ شرکت هایی هستن که به تریدرها سرمایه میدن. یعنی به عنوان مثال شما یه تریدری که مهارت ترید کامل بلدی، خیلی خوب گوش کنید چی میگم، مهارت ترید کامل بلدید و شما یک تریدر هستید که مهارت ترید کامل بلدید. حالا الان یه سری شرکت ها اومدن گفتن خب اوکی شما مهارت ترید و بلدی، ما هم سرمایه زیاد داریم، میتونیم با هم همکاری بکنیم. شما میری یه سری تست ازتون میگیره و اگر توی اون تست قبول بشید بهتون یک سرمایه میده. اما آیا این تست رایگان؟ خیر. این تست یک ورودی داره که باید ورودیشو به اونا پرداخت بکنید. به عنوان مثال شما میخوای بری مثلا یه حساب کوچیک $5000 بگیرید و روش معامله بکنید. شاید بگید $5000 خودش پول زیادی، اما توی پراپ فرم $5000 پایین ترین اکانتی است که میتونید تهیه بکنید. هرچند الان حساب‌های 1K 2K و بقیه چیزا اومدن، ولی به طور مثال شما میرین حسابو میخوای تهیه بکنی. برای ورود به اون حساب یا برای تستی که بهتون میگم ازتون میخوام بگیرن $50 الی $60 شما باید بهشون پول بدید تا اجازه معامله روی اون اکانت رو بهتون بدن. زمانی که شما این $60 رو به اون میدید، به اون شرکت میدید، اون به شما یک حساب دمو میده، یعنی یک حساب غیر واقعی و شما روی اون حساب باید یه مقدار سودی که اون شرکت تهیه کرده رو بیارید تا برسید به اون حساب اصلی. اما فقط سوده؟ نه، سود نیست. شما حتی حق ضرری که اون شرکت هم مشخص کرده رو ندارید و با همین فاکتور میتونن بفهمن که شما تریدر خوبی هستید یا نه. بخوام دقیق تر بگم و مثال بهتری بزنم، به عنوان مثال همون پراپ $5000 شما باید 10% سود بکنید توی مرحله اولش و توی مرحله دومش 5% باز سود بکنید و ضررش هم اینجوریه که شما توی یک روز اگر 3% ضرر بکنید رد میشید و اگر کلا حسابو به -12 الی 10% برسونید حساب از دست میره. حساب از دست میره یعنی چی؟ یعنی اون پولی که اول به عنوان ورودی دادید 50 الی $60 اون کلا نابود میشه و دیگه بهتون بر نمیگردونن. خب این یه سودی هست برای خود شرکت ها که به عنوان مثال از اون تستی که شما میخوان متوجه بشن تریدرید یا نه پولم دریافت میکنن، یعنی پولم ازتون میگیرن. خیلی باحاله. ولی اگر اون تارگتی که میگه رو با یه سری قوانین خیلی زیادی که خودشون درست کردن بزنید، میرسید به همون حساب $5000 و وقتی برسید به اون حساب $5000 هر چی که روش معامله بکنید میتونید برداشت بزنید. ولی مثلا 10% توی بعضی از شرکت ها از اون سودی که برداشت میکنید برای خود شرکت و 90% یا 80% بعضی جا برای خودتونه و میتونید برداشت بزنید. حالا سود این پراپ فرم ها از کجاست؟ یعنی خب چرا همچین کاری دارن میکنن؟ چرا اصلا با چه عنوانی و با چه اعتمادی دارن به ما اعتماد میکنن و حساب $5000 شونو میدن به ما؟ خب مثلا شاید بگید شما ما اوکی مثلا مرحله هاشو توی تست بردیم جلو و قوانینش رو رعایت کردیم، ولی همچنان تضمین بر این نیست که ما تریدر حرفه‌ای هستیم و مثلا ممکنه روی اون حسابی که به ما میدن ضرر بکنیم. درسته بعضی از شرکت‌های بزرگ مثل FTMO یک سیستم خیلی قوی برای این مورد درست کردن که چندین اکانت به شما متصل میشه و اگر خلاف اون استراتژی که از قبل داشتید یا استراتژی در حال حاضرتون با مدیریت سرمایه و ریسکش جدا بشید، یعنی اونا رو رعایت نکنید، اون حسابو قطع میشه و خودشون جلوی این مشکل رو میگیرن و برای اونا خیلی میصرفه. اما شرکت‌های ایرانی مثلا مثل سرمایه‌گذار برتر مثل پراپی که اسکم شد، یعنی دزدی‌های خیلی زیادی کرد، اینا شرکت‌هایی هستن که سودشون از اون پولیه که شما برای تست میدادید برای خرید اون چالش‌ها، سودشون از اوناست و صرفا خودشون هیچ سودی نمی‌کنن، یعنی هیچ سیستم قوی ندارن تا اونجایی که من خبر دارم. حالا یه سری قوانین راجع به این شرکت‌ها هست، مثلا به عنوان مثال کپی ترید، ترید گروهی، قانون IP و کلی قوانین دیگه که اگه بخوام داخل ویدیو بگم 10-20 دقیقه میشه و این قوانین طوریه که اگر شما مثلا اون قوانین رو رعایت نکنید
هم توی برداشت زمانی که به اون حساب اصلی رسیدید بهتون گیر میدن، برداشت بزنید رد میکنن، هم قبل از اینکه به اون حساب برسید مثلا حسابو پاس کردید، مرحله ها رو سودا رو پاس کردید ولی بهتون گیر میدن، میگن شما این قوانین ما رو رعایت نکردید و شرایط واجد دریافت اکانت نیستید. و این قوانین ممکنه همینجوری توی سایتشون اومده باشه، یعنی شما اصلا نگاه نکنید، چون که مطمئنا 90% کسایی که اکانت از یه سایتی تهیه میکنن قوانینش اصلا چک نمیکنن. این از این مورد بعدی راجع به پاس کردن پراپ هست. پاس کردن پراپ اینجوریه که شما باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسکتون رو خیلی قوی بکنید. یعنی توی حساب ریل اگه مثلا دارم میگم ماهی 50% 100% دنبالش بودی، توی پراپ خیلی فرق میکنه و اینجا ماهی 10% 20% داشته باشی بردی. و برای همین یه جورایی باید خیلی ریسکتو بیاری پایین، چون که درام داون دیلی داره، یعنی حد ضرر روزانه برات تعیین شده. همون حد ضرری که گفتم اگه توی یک روز 3% به عنوان مثال ضرر بکنید اکانتو بهتون نمیدن، همونه. پس باید ریسکو بیارید روی 0.5% 1% تا اون درام داون دیلی نخوره و حساب همینجوری نره، چون که شما روی حساب خودتون تا 70% 80% ضرر هم میتونید بیارید و هیچ مشکلی نیست، ولی توی حساب پراپ بیشتر از 10% نمیتونید ضرر بکنید و اکانتتون از دست میره. برای همین ریسکو خیلی باید بیارید پایین، با ریسک 0.5% 1% معامله بکنید و برید جلو. برای خرید اکانت و اینجور چیزا که از کجا اکانت بخریم، کدوم شرکت معتبره، من دارم خودم بهتون میگم تا به الان هیچ شرکتی مثل FTMO معتبر نبوده و تنها شرکتی است که من بهش اعتماد دارم و دیدم که هیچ مشکلی نداشته اگه قوانینش رو رعایت بکنید. شرکت‌های ایرانی اکثرا تا اونجایی که من اطلاع دارم، چون که تازه اومدن، چون که هیچ مجوز خاصی ندارن و هیچ نظارت سازمانی بالا سرشون نیست، خیلی راحت میتونن برداشت هاتون رو رد بکنن و بهتون گیر بدن و به اون حسابی که میخواید نذارن برسن. اگر پراپ فرمی رو دیدید تخفیف خیلی زیادی میذاره مثلا روی اکانتاش، مثلا تخفیف 70% 50%، بدونید که اون شرکت کاملا کلاهبرداره، چون که این سودی که اینا میخوان بکنن پس از کجاست؟ اگه مثلا به شما یه اکانت 50% تخفیف میدن مثلا $5000، خب سود خودشون پس از کجاست؟ اصلا چقدر میخوان سود بکنن مگه که 50% میان به شما تخفیف میدن خیلی راحت؟ پس حواستون باشه که شرکت های ایرانی، نمونهش پراپی که یه شرکت خیلی معتبری بود، همه میرفتن باش کار میکردن، یهو اسکم شد و شرایط خیلی تغییر کرد. البته اینا اینجوری نیستن که سود هیچ کسا ندن، خب اونجوری گندش یه شبه بالا میاد، ولی تک و توک میتونن که سودا رو رد بکنن، مثلا حساب ریل رسیدید رد بکنن و طبق قوانین خودشون کلا پیش میرن. بخوام بهتون بگم که چجوری میتونید پراپ پاس بکنید، کلا شما باید قبل از هر چیزی روانشناسیتون خیلی قوی باشه و ترید و کامل بلد باشید دیگه، یه استراتژی مکتوب داشته باشید و طبق همون قبلا پیش رفته باشید، نتیجه گرفته باشید و بعد روی حساب پراپ با ریسک کم برید جلو و پاس بکنید. چیز زیاد سختی هم نیست. اگرم خودت نمیتونی پراپ پاس بکنی یا مهارت این کارو نداری، یعنی تجربهشو نداری، استراتژی خاصی نداری، میتونی با تیم ما کار بکنی. تیم ما پراپ فرم پراپ براتون پاس میکنه با تضمین، با ضمانت برگشت. یعنی شما پراپ میگیری از یه سایتی و ما برات پاس میکنیم. توی گوگل سرچ کن پاس کردن پراپ میلاد عبدی، کامل اولین سایت میاد، میتونی اولین ویدیو رو ببینی، توضیحاتش رو ببینیم، یا اگر کاری داشتی به پشتیبان ما داخل تلگرام پیام بدی و ما برات پراپ از هر چنگایی که بخوای پاس میکنیم با ضمانت و روی حساب ریل هم باهاتون کار میکنیم. خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. هر سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، معمولا همه رو جواب میدم. حتما چنلم سابسکرایب داشته باشید چون که ویدیوهای خیلی خفنی قراره براتون آپلود بکنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.